hi. Hi. I'm a witch. خیلی هم باد میاد. Do you want to put it in the car so it doesn't fall off? No, I'm a witch. Okay. Okay. کدومو میخوای I بخری؟ don't know. همشون $3. 4. That's the top one is mine. Top one's mine. Yeah, this one's more long. Right? Oh yeah. So top one's mine, bottom is hers. Yeah. Colin's good. Okay, your turn. What are you doing, Ethan? What am I doing? Oh, What are you making doing? a dwarf. Oh, that's cute. Okay, that's cute. That's cute. And then Jesse's the worst of them all. Okay, Colin. I gotta have my girl somehow. Throw it into here when you're done. Here, can you get this Colin, drop? move your ass. No, don't drop it. Nice. سلام بچه ها، امروز هالووینه و من قبلا که ایران بودم بیشتر هالووین رو جشن میگرفتم و اینا، به خاطر اینکه جوگیر بودم. از وقتی که اومدم اینجا بکنم پارسال واسه اولین بار رفتم تریک و تریت. امسال هم فقط میخوایم بریم توی خیابونا و برنامه خاصی نداریم، ولی گفتم یکم هالووین طور لباس بپوشم. اینو از پارسال دارم، حالت عنکبوت روش داره و این لباس رو من بچه ها داشتم و بلند بود و من با هدف اینکه کوتاه ترش کنه پایینش رو قیچی زدم و الان خودش اینطوری وای میسته که خیلی به نظر من خیلی هم مناسبه که همینطوری وایسته. ولی یه چیز دیگه دارم که بهش اضافه کنم کاستون تکمیل بشه و اینه. این یه حالت میشه بهش گفت کورست، چون کورست نیست. اینه خب بد نیست واقعا، یعنی برای هالووینی که هیچ برنامه‌ای نداشتم همچین بدم نیست. بذارید اینو درست حسابی بپوشم الان میام. من میتونم اینو روش نگه دارم یا اینکه اینجوری بیارمش روی شونه هام بذارم. نمیدونم کدومشو بیشتر دوست دارم، حالا بعدا تصمیم میگیرم که کدومشو بیشتر دوست دارم. فکر نمی‌کردم اصلا بخوام کاری بکنم امسال و همینجوری از روی حوصله سررفتگی آرایش کردم صورتمو. بعد یه چیز دیگه هم که هست این که هوا خیلی سرده. واقعا من نمیتونم همینجوری برم بیرون. نمیدونم چرا انقدر. اوکی whatever. اینم کلا همه. و برم ببینم گردنبند و اینا چی بپوشم. برای گوشواره من یکیشو انداختم. اینا رو دارم. فکر میکنم به اندازه کافی بخوره به واید جادوگر بودن من. گردنبندم هم اینه. خیلی خوشگله بچه ها، واقعا خوبه دیگه نه؟ اولین باریه که با عجله دارم حاضر نمیشم. بچه ها من اگه جادوگرم میشدم یه جادوگر ناناس میشدم. من که حاضر شدم بذارید بهتون تم هالووینی اتاقم رو نشون بدم. این که از کاستوم خودم. خب اتاقو قرمز کردم اونجا. خب بعد اینا رو چسبوندم به اینجا. ببینید پامکین، پیشی، دور پامکین همش هم داره در میاد و اردک هالووینیه، ماگ هالووین. اینم اینطوریه. بایستید بو. این کلن اینجا بیشتر حالت هالووین طور داره. من یه دونه بگ سورپرایز سفارش دادم. اینم شان واسم از سر کارش آورد. یه بگ نه Let's see what's in it. Oh, chips. There's a ketchup chips. 2 sandwiches. Oh, nice. What is sandwich? It's tuna. Oh, yes. It's tuna sandwich and there's another sandwich which is a sausage and egg and cheese. Yes. Croissant. Yes. Yeah, that's it. Daddy's watching me. کاستوم تو رو نشون ندادم. The same as last year. من همون ویچم ولی این هم دارم.
اومدیم خونه من غذا بخوریم و هری پاتر داریم نگاه میکنیم. بدبخت. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. بای.